میگیرم. پشتم. دو سال زندگی با کیریا تبدیلم کرده به یوبی. ترسوندنه. فکر میکنن خماره. تا دیگه کدوم خط؟ من گیم. تا دیگه کدوم خریم؟ لطفاً به من کاری نداشته باشه. مرتیکه روانی. همه آمیزش رو مسانه است. نه بیشترش رو باسنشه. اینجا چه خبره؟ ازش خواستم باشه. ما واقعا باید بریم مرد. از بچه ها متنفرم. واقعا باید بریم مرد. امشب پسری پدرشو از دست داد، زنی همسرشو از دست داد، زنی پدر زنشو از دست داد. تا وقتی زنی پیدا نشه آروم نمیگیریم. این شهر گولخواره. ما واقعا باید بریم مرد. بعضی وقتا صبح باید کیرم رو به اجبار بکنم تو آلفرد. داری حسابی میشه. میراث خانواده برات مهم نیست؟ خانوادم به هیچم نیست. چیه؟ درایو نگاه کنیم. آره. آروم بگیر عزیزم. هی چوبو بنداز تا مغزتو متلاشی نکردم. تو رو میخوام. آروم بگیر عزیزم. خوشگله. از دوستان جدیدته؟ آره. دیدی داره که حرف میزنه. شهردارتون رو کشتم چون پسر خوبی بود. کن. هر کی که هست دافع خیلی خوبیه. با اطمینان تقریبی میتونم بگم ترجمهش میشه تو هست. تو چطور؟ تو گی؟ پدرت واقعی بهم داده. تو ظرف میوه تازه است. من یک کیک میخوام. از دستپخت من خوشت نمیاد؟ واسه من یه جنده پیر نباش. امکان نداره خوشم بیاد. از پشکل اسبی که برای اسرون آماده کردی. تو مستی داری منو میکشی. تو گفتی کی هستی؟ آروم بگیر عزیزم. بروس وین. واو
که اینطور. پدرش جونم و نجات داد. واو که اینطور. به سینم شلیک واو کرد. که اینطور. به اینجا واو نمیشد برم بیمارستان. واو. رفتیم دم خونه واو اون که و اینطور. همونجا رو واو. میز شام جراحیم کرد. واو نگاهت خوب یادمه. واو که اینطور. Destroy the child. زنی پسرشو از دست داد. خدای من دوباره خواهش میکنم. تو کی هستی؟ سعی کردم که تجاوز کنم. تجاوز کنی؟ بیا با هم میکنیم اوکی؟ من همیشه عاشق بچه ها بودم. نمیشه جداش کرد. نه اگه میخوای کیرتو نگه داری 3 تا دیده و 2 دقیقه. باشه پس فقط نمیخوام. خدای من نمیشه یکی بیاد کمکی روانی میخواد منو بکش. خفشو! تو حقته که بمیری و اون کاری کردی. صدامو میشنوی؟ باشه این روانی میخواد منو بکش. خفشو! باشه بهت یه شانس میدم. نمیشه یکی بیاد کمکی روانی. خفشو! شاید ما بتونیم که این روانی میخواد منو بکش. خفشو! میتونه ظالمانه، شاعرانه یا کورانه باشه، ولی وقتی تکذیب شه خشونت پیدا میشه. نمیدونم 30 ثانیه. وای خدا نمیدونم وای خدا 5 4 داری با یه مرده حرف میزنی. 2 بعضی اوقات نمیشه جلوی بمب رو گرفت هی آروم باشین لعنتی ها. هی آروم باشین لعنتی ها. از این یارو دفاع میکنی چی؟ ضرب و شتم پلیس هم به جرمت اضافه شد. الان میخوام سته دیگه هم بزنم. هی تو چه مرگت شده؟ به من گوش کن. به نظر میاد دماغشو شکوندم. هی آروم باش. چه شده؟ میتونستی حداقل آروم بزنی. آشغاله خیلی آشغاله. $200 میدم واسه هم. این یارو دیوانه است. شاید همش داره به پایین میرسه. اون چیه؟ بتمن